اکثرا خواهران از ما سوال میکنند، خصوصا در خارج از کشور، که اقدر که خود را پیچانده ای، آیا گرمی را احساس نمی کنی؟ آیا نفست به تنگی نمی آید؟ پس من برای آن خواهرانم میگویم که البته که خیلی گرمی شدید را احساس میکنم، البته که خیلی نفسم و دلم به تنگی می آید، ولی همین خود صبر است. در همین خود لذت است که به خاطر رضای الله، به خاطر محبت الله یک سختی و تکلیف و مشقت را متحمل شوی. و دوم این که خواهران عزیزم، من میدانم که عذاب آخرت، آتش جهنم و آتش قبر، گرمی آن نسبت به این گرمی حجاب من بسیار شدیدتر و زیادتر است. بناهن من خود را در همین راحت احساس میکنم که این گرمی را تحمل کنم تا از آن گرمی شدید نجات حاصل کنم. لایکی